میپره توی داستان، از فضا اومده روی زمین. هود میکشه سرک تو همه چی تا آدم رو بفهمه. همین گاهی خنگاهی زرن کوچولوی سبز و جنگ، چالش و آواز و بازی و دخترای قشنگ با هود. میبینم که باز آوردنت اینجا. برو بیرون. خب همینو میخواستید بگید دیگه جناب سرکار. برو بیرون. این افشاری تالش قویه ها. میبینی جلوت وایساد. غیبگویی هم بلدی پس. یه استعدادای درم نهفته بود، الان دیگه بروزش دادم. مثلا شب خواب میدیدم که صبح بیدار شم هوا روشنه، صبح بیدار میشدم هوا روشن بود. پس اینجوری فهمیدی که بلدی غیب بگی؟ آره دیگه. بعد دوستام جمع میشدن، کمکشون میکردم، درخواست داشتن ازم. خب چی کار میکردی مثلا؟ مثلا یکی دندون درد داشت، میگفتم خوب میشی، خوب میشد. یکی مواد میکشید، میگفتم معتاد میشی، معتاد میشد. پدر بزرگ رفیقتو چرا کشتی؟ چون نمیمرد. اون نوه‌هاش آوردنش میشه من. 102 سالش بود. بعد چربی و فشار خون و اوره و قند و همه چی هم داشت. آوردنش پیش من، پیشگویی کردم که هفته دیگه میمیره. هی ما صبر کردیم، نمرد. آبروم داشت میرفت. دیگه بردیمش پارک یکم هوا بخوره. بعد یهو داشت خیابون رد میشد، یه ماشین زد بهش، خودش مرد. پیشگویی هم کردی پس؟ خوراکم بود. مثلا الان افشاری میاد. قربان بگو. یادم رفت. افشاری. بله قربان. برو خودتو تحویل انفرادی بده. من بهت میگم این تیزه ها. بابا به من چه؟ بسته. بعد اینا بود که گفتی کارمو گسترش بدم. زدی تو کار انرژی درمانی و طب سوزنی. الان عزیزه دارم کجای بدنت درد میکنه ها؟ من با انرژی داغش میکنم. شکایت اخفال زنانم که داری، اون سری بستت نبود؟ نه اونا به جون مادرم خودشون الکی بوده. اونا خود اخفالی میکردن. خود اخفالی یعنی چی؟ یعنی مثل خود ارزا؟ نه 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 بابا این چه حرفیه؟ من انرژی میدادم بهشون، بعدم اینا هی به من فکر میکردن، یهو عاشقم میشدن، خودشونو اخفال میکردن. ببینم این دختره که پاش از کار افتاده چیه داستانش ها؟ اون چرخید فرو رفت توش. یعنی یهو نه اونطوری که شما فکر میکنین نیست. این سوزن باید میرفت تو عصبش. هی گفتم تکون نخور، یهو چرخید دست منم اشتباه رفت تو نخاش. ببینم این پسره که با شمشیر زدی چیه داستانش ها؟ بابا اون داستان داره. طرف ژیمناستیک کار بود، من بهش گفتم برو تو این جعبه، من از بالا این شمشیر رو که فرو میکنم تو کش و قوس بیا یه وقت نخوره بهت. خب هیچی دیگه. داده اولو که زد فهمیدم فوتبالیست بوده. پس تو راه رمالی و طب سنتی و فالگیری و اینا یه قطع نخایی دادی و یه کشته. ولی درآمدش خوب بود جناب سرگرد. ببینم تو چرا نمیری دنبال یه کار کاسبی درست درمون ها؟ رفتم زحلی جان، اتفاقا میخواستم برم کارمند اداره بشم، ولی با حقوقی که میدادن فقط تو وسط ماه میشد زندگی کرد. شما رسیدگی نمی کنید انقدر حقوق کم میدن؟ چرا نه اون به من مربوط نمیشه. کلا تو فقط کارت اینه که به زندگی ما گیر بدی دیگه. اگه من نیومده بودم رو زمین شما کار دیگه ای نداشتی. اگه من با تو شوخی دارم؟ بابا راجع به اون مسئله به خدا اینا خودشون میومدن، من کاری نداشتم. جهل دیگه. منم پولمو در می آوردم. آخه من که هیچی ندارم، یه سند به نامم نیست، چطوری میتونم اینا رو خوشبخت بکنم ها؟ منطقی میگی. ما برم؟ برو. آه.